احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران فاضلم، الله همه شما را نگهبان باشد. ما درباره سبب‌های غفلت صحبت کرده ایستاده‌ایم که آنها شیطان، دنیا و نفس می باشند. نفس یکی از بزرگترین سبب‌های غفلت از الله، غفلت از هدف آفرینشمان و غفلت از روزی که در پیشگاه الله از هر عملمان پرسیده خواهیم شد. یکی از بزرگترین سبب‌های غفلت که در بالا ذکر کردیم نفس می باشد. الله تعالی می فرماید همان نفس بسیار فرماینده به بدی است، مگر آن وقت که پروردگار من مهربانی کند. به درستی که پروردگار من آمرزنده مهربان است. الله تعالی در قرآن کریم نفس را به سه صفت وصف کرده است. یکم نفس اماره، و آن نفس است که صاحب خود را به گناه و معصیت وادار می کند. به صاحب خود گناه و معصیت را زینت می دهد. گناه را به نظر زیبا نمودار می کند. حتی در رمضان، در این ماه مبارک و بزرگ که در آن جنها و شیاطین بسته شدند، به گناه ها بسیار میل می کند. حتی بسیارتر از دیگر ماه‌ها دیده در این ماه میل می کند. همان نفس بسیار فرماینده به بدی است. پس هنگام الله تعالی به بنده منت گذارد و توفیقش داد تا در وجودش احساس ترس و فرمانبرداری و مراقبت الله پیدا شود و نفس خود را سرزنش و نکوهش کند و برای پاک کردن نفسش تلاش کند. نفسش را به مرتبه نفس لوامه برساند. تنتقل إلى مرتبة النفس اللوامة. به خاطر خطر این مرحله، یعنی مرحله انتقال نفس از صفت تجزیه به تزکیه، الله 11 بار قسم خورده است. یا الله، الله جل جلاله 11 مراتبه سوگند یاد کرده است. تنها در یک سوره برای بیان رستگاری کسی که نفس خود را پاک می کند، قسم به آفتاب و روشنی او، و قسم به ماه چون از پی آن برآید، و قسم به روز چون آن را نمایان کند، و قسم به شب چون آن را بپوشاند، و قسم به آسمان و به ذاتی که آن را بنا کرد، و قسم به زمین و به ذاتی که آن را هموار کرد، و قسم به نفس آدمی و ذاتی که او را درست اندام نمود. سپس شناخت گناه او و پرهیزگاری او را در دلش انداخت و به درستی که هر که نفس را پاک و تزکیه کرد نجات یافت، و به درستی که هر که آن را با گناهان زینت داد زیان دید. یعنی نفسش را با گناه، با معصیت، با نافرمانی پوشانید. و اگر بنده نفسش را نظارت کند و
و برای پاک شدن آن تلاش کند و نفسش را باز دارد از انجام گناه‌ها و شاید تزکیه نفسش مشکل باشد، اما اگر یک شب یا دو شب و یا 3 شب صبر کند آن را پاک میکند. نفس مثل طفل است، اگر آن را فریب دهی فریب میخورد و اگر آن را از معصیت باز داری و آن را وادار کنی که از الله بترسد و نافرمانی نکند الله را، پس اطاعت میکند، زیرا که الله تعالی به نفس 2 راه را نشان داده است و به او 2 راه را نشان دادیم. سپس الله شناخت گناه او و پرهیزگاری او را در دلش انداخت. بعد این نکوهش و آگاهی و اطاعتکاری نفس لوامه می شود. نفس لوامه برای صاحب خود خیرخواه است. صاحبش را به خاطر انجام کاری خوب و بد نکوهش می کند. می گوید که چرا این کاری خیر را بیشتر انجام ندادی؟ چرا امشب برای نماز شب بیدار نشدی؟ چرا 10 بار سبحان الله گفتی؟ چرا 100 بار نگفتی؟ چرا 10 بار الحمدلله گفتی؟ چرا 100 بار نگفتی؟ صاحبش را سرزنش میکند که چرا این عمل نیک را بیشتر نکردی و صاحبش را سرزنش میکند که چرا این عمل بد و زشت را انجام دادی. نفس لوامه این گونه است. اگر صاحب نفس لوامه همین طور نفسش را پاک کردن گیرد، به درجه میرسد که نفسش نفس مطمئن نمی شود. قائد نفس مطمئن چنین گفته شده است: گفته شود ای نفس مطمئن و آرام، بازگرد به سوی پروردگار خویش در حالی که تو خوشنود شده ای و از تو نیز خوشنود گشته، پس به زمره بندگان خاص من درآ و به بهشت من درآ. این نفس مطمئن و آرام است که احساس آرامش را، احساس خوشبختی و الفت را فقط در همراهی با الله احساس می کند. این نفسی است که به پروردگاری الله و به دین اسلام و به رسالت و نبوت محمد صلی الله علیه و سلم راضی است. مردم 2 گروه هستند. گروه از آنها نفسشان را در بین خواهشات نفسانی و چیزهای شبهناک قرار می دهند و به چیزهای مشغول می شوند که سبب هلاکتشان می شود. گروه دیگر نفسهایشان را وادار به کارهای نیک می کنند و به نفس خود غالب می شوند و با نفس خود جهاد می کنند و الله تبارک و تعالی آنها را یاری می کند و آنان را که در راه ما جهاد کردند البته به سوی خود هدایت میکنیم و به درستی که الله با نیکوکاران است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه میفرماید: نفسهای خود را محاسبه کنید پیش از آن که محاسبه کرده شوید و عملهایتان را وزن کنید پیش از آن که وزن کرده شوید. یعنی برای روز قیامت خود را آماده کنید، روزی که هیچ سری شما پنهان نماند. امروز عمل هست و حساب نیست و فردا یعنی روز قیامت حساب است اما عمل نیست. حساب و کتاب روز قیامت سبک می شود برای کسی که نفسش را در دنیا محاسبه کرده باشد. الله تعالی می فرماید: ای مؤمنان، از الله بترسید و هر شخص باید بیند که برای فردا یعنی روز قیامت چه چیز آماده کرده است و از الله بترسید به درستی که الله از آنچه میکنید خبردار است و مانند کسانی نباشید که الله را فراموش کردند، پس الله نیز از خاطر آنها خودشان را فراموش گردانید. آنها بدکار و فاسقانند. بله، کسی که الله را فراموش کند الله از خاطر او خودش را فراموش میگرداند. پس فراموش نکن پروردگارت را و فراموش نکن هدف آفرینش خود در این دنیا را. فراموش نکن آن روزی را که در پیشگاه الله قرار میگیری. در حدیثی که بخاری و مسلم از علی ابن حاتم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: هیچ یکی از شما نیست مگر اینکه الله تعالی در روز قیامت با وی صحبت خواهد کرد و در بین او و الله هیچ واسطه و ترجمان نخواهد بود و در آن حالت بنده به طرف راست خود مینگرد و به جز اعمالش چیزی را نمیبیند و به طرف چپ خود مینگرد و به جز اعمالش چیزی را نمیبیند و روبروی خود را میبیند و تنها چیزی که در روبرویش میبیند آتش دوزخ است. پس از آتش دوزخ دوری کنید، اگرچند که با صدقه دادن نصف یک خرما باشد. از خواهشات نفسانی پیروی نکنید، زیرا نفس شما را به کارهای بد امر میکند بجز آن نفسی که به خوبی محاسبه و تزکیه کرده شده باشد. از الله تعالی میخواهم که ما را بر نفسهایمان غالب گرداند. الله تعالی میفرماید: اما کسی که از حد گذشته باشد و زندگانی این جهانی را برگزیده باشد، پس همان دوزخ جای اوست. و اما کسی که از ایستادن به حضور پروردگار خویش ترسیده باشد و نفسش را از شهوت باز داشته باشد، پس همان بهشت جای اوست. از الله تعالی میخواهم که ما و شما را بر نفسهایمان غالب گرداند و ما و شما را از جمله سعادتمندان دنیا و آخرت گرداند. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خانواده و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة.
احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد